خود حضرت محمد به این ذکر قسم خورده. هر کس این ذکر رو داشته باشه از زمین و آسمان براش برکت و مشتری میاد. بعضی‌ها رو دیدیم مغازشون قلقله مشتریه، یا میگه ای بابا این چطوری پولدار شد؟ یه رازی داره که بعضی انجام میدن. چیه؟ یه دعایی، یه ذکری براتون آوردم که فقط 3 خطه. روی کاغذ بنویس، بذار داخل مغازه یا خانه‌ات تا برای همیشه فقر از زندگیت بره بیرون. این پست رو ذخیره کن تا بتونی بنویسی. ذکر رو اینجا برات میخونم، تو کپشنم مینویسم، حتما بخون. فقط قبلش تو هم به حرمت این ذکر الهی این پست رو حداقل برای 5 نفر بفرست. مطمئن باش خیر و برکتش به زندگی خودت برمیگرده. یا الله و یا رب یا حی و یا قیوم یا ذوالجلال و الاکرام اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا حلالا طیبا برحمتک الواسعه یا ارحم الراحمین. برو جان خود را فدای مادر خود کن، جان خود را فدای پدر کن و بالآخره دست اونها را صبح و شام ببوس که اونها 2 باب از بابهای بهشت هستند، 2 دروازه از دروازه های بهشت هستند. یکی از بزرگواران پدرش وقتی که فوت کرده بود، مادرش فوت کرده بود، زیاد گریه میکرد، بی‌طاقتی میکرد. کسی آمد برایش گفت که شما که عالم هستید، شما چرا بی‌طاقتی میکنید؟ چرا اینقدر گریه میکنید؟ چرا اینقدر بی‌صبری میکنید؟ گفت من چگونه بی‌صبری نکنم که دروازه از دروازه های بهشت بر روی من مسدود شده؟ چگونه من بی‌طاقتی نکنم؟ به اینه که بناهن بریم بالاخره از جمله عاقلان و فرزانگان عالم کسانی هستند که صله ارحام را به جا میکنن، خصوصا به بالاخص پدر و مادر. اگر در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا بزند بیا امت من، بیا امت من که امروز من تو را شفاعت میکنم، چرا در روزهای سرد زمستان از راه بسیار دور رفتی تا که کلام الله را بشنوی. عزیز من دعا کنیم که الله جل مجدو من و تو را از شفاعت محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت محروم نگرداند. اول یحبون الدنیا و ینسون الاخره. دوم یحبون المال و ینسون الحساب. محبت پول، محبت طلا، محبت زر، محبت دلار، محبت افغانی به دلشان پیدا می شود، حساب روز قیامت را فراموش می کنند.